شیخ عبدالرحمن آختپی نویسکار و عالمکی کرده لگور بیانا ده پیشکوتنا پرتوکاوی یا رود نعیمه ده سالا 1805 ده لگند آختپی ده شوا ایوارا اینه ده دنه او ده سالا 1905 ده جی لآمد چیه سر دلوانیا خواه کتابه که وی به ناو روز النعیم که جعالی زین العابدین زنار و حاتیت تیبگو هستن تیده قالا وصفین پیغمبر و مراجعوی کریه کتاب منظوم و 306 روپلن کتاب ده سالا 1302 هجری ده حاتیه نفساندن عبدالرحمن وکی احمد خانی ده هلوست که ده قالا کرمانجی و کرمانجان کریه شیخ عبدالرحمن آختپی ده دستپیکا خوندنا خواه لبا باب خواه لخوندگاه هاوی دست خوندنه کریه پشتره چویه لباشور کردستان ده هن خوندگاهان ده خوندیه حتی که خوندنا خواه قداندیه پشتی وفات باویوی او بشونده حاتیه لآختپی بجیبیه و لخوندگاه باوی خواه درس دایه حتی که برایوی شیخ محمد جانجی لشام خوندنا خواه قداندیه و وگریای آختپی